اولین تجهیزی که توی پست‌های برق نصب میشه برقگیره که اگه اضافه ولتاژی حالا به دلیل سائقه یا سویچینگ روی خطوط انتقال وجود داشت وارد پست نشه. برقگیر به صورت موازی نصب میشه و در حالت عادی مقاومت بالایی داره. یه سرش به سیم ورودی پست و سر دیگش به زمین متصله. در حالت عادی جریان خیلی کمی در حد میلی آمپر ازش عبور میکنه که بهش جریان نشتی برقگیر میگیم. این جریان نشون میده برقگیر سالمه و باید وجود داشته باشه. یعنی اگه مقدارش خیلی بالا رفت یا خیلی اومد پایین باید برقگیر رو سرویس یا تعویض کنن. تجهیز دیگه ای که بعد از برقگیر وجود داره ترانس اندازه‌گیری ولتاژه که به دو نوع PT و CVT تقسیم میشه. PT در سطح ولتاژ 20 کیلوولت معمولا کاربرد داره و در سطح ولتاژ بالا عموما از CVT استفاده میکنیم که به صورت موازی نصب میشه. این تجهیز ولتاژ برق رو اندازه‌گیری میکنه و اون مقادیر اندازه‌گیری رو به تجهیزات اندازه‌گیری یعنی کنتورها و تجهیزات حفاظتی میده. بعد از CVT لاین تراپ یا تله موج نصب میشه که به صورت سری نصب میشه. وظیفه این تجهیز که از یه سلف و خازن تشکیل شده